در عمارتی مجلل عشق و خیانت در سایه رازهای تاریک پنهان شدند. آماده تا راز قتل ربکا رو کشف کنی؟ سلام دوستان، به بخش دوم داستان هیجان انگیز ربکا شاهکار خانم دافن دوموریه خوش اومدین. اگه قسمت اول داستان رو ندیدی، همین الان به ویدیوی قبل برو و از ابتدای این رمان مرموز و پرکشش رو تماشا کن. خب عزیزان، داستان رو تا اونجا شنیدین که قایق غرق شده ربکا در اعماق ساحل نزدیک ماندرلی پیدا شد و حالا ادامه داستان. همون شب بعد از مهمانی وقتی خانم دنورز همسر جوان ماکسیم رو به اتاق ربکا میبره، اون رو به سمت پنجره باز هدایت میکنه. با لحنی آرام اما موذیانه اون رو ترغیب میکنه که خودش رو از پنجره به پایین و داخل دریا پرت کنه و بهش میگه که این کار راه آسونی برای پایان دادن به تمام رنج‌ها و مشکلاتت هست. در این لحظات حساس و پرتنش که همسر جوان در آستانه تسلیم شدن هستش، ناگهان صدای برخورد شدید یک کشتی به صخره‌ها از دوردست به گوش میرسه. این صدای ناگهانی همسر جوان ماکسیم را از حالت وحشت زده‌اش بیرون میاره و اون رو به خودش میاره. بعد از این حادثه غواصان و کارگران محلی به سرعت به ساحل میرن تا به کشتی کمک کنند. اما در جریان عملیات نجات به طور تصادفی به لاشه یک قایق غرق شده برخورد میکنند. با بررسی های بیشتر مشخص میشه که این قایق متعلق به ربکا بوده، همون قایقی که مدتها پیش ناپدید شده بود. این کشف تکان دهنده باعث میشه که تحقیقات پلیس درباره مرگ مرموز ربکا دوباره آغاز بشه، در حالی که همسر جوان ماکسیم با ترس و شگفتی به این تحولات نگاه میکنه. وقتی قایق رو باز میکنند، جسد زنی رو در کابین پیدا میکنند. این جسد به وضوح متعلق به ربکاست، زنی که با مرگ ناگهانی و مرموزش سایه‌ای سنگین بر زندگی ماندرلی انداخته بود. این کشف تکان دهنده همه رو شوکه میکنه و به شدت ماکسیم رو تحت فشار قرار میده. خبر پیدا شدن جسد ربکا به سرعت پخش میشه و موجی از شایعات و گمان زنی ها رو به دنبال داره. اهالی منطقه و رسانه‌ها به دنبال جزئیات بیشتری از این حادثه هستند و فشار بر ماکسیم هر لحظه بیشتر میشه. نگاه‌ها و زمزمه‌های مردم بیشتر به سمت اون متمرکز میشه و اون باید دوباره با گذشته‌اش روبرو بشه. در همون شب پر از اضطراب، ماکسیم دو وینتر در کلبه نزدیک ساحل رازی تلخ و هولناک رو با همسر جوانش در میون میگذاره. اون با لحنی سنگین و پر از درد راز مرگ ربکا رو فاش میکنه. ماکسیم توضیح میده که 4 روز بعد از ازدواجشون، زمانی که در ماه عسل در مونت کارلو بودند، ربکا چهره واقعی خودش رو نشون میده. اون به ماکسیم میگه که این ازدواج براش تنها یک بازیه و هیچ قصدی برای وفاداری نداره. ربکا با بی‌پروایی به ماکسیم اعتراف میکنه که بارداره، اما این کودک متعلق به ماکسیم نیست. اون با خنده‌ای سرد به ماکسیم میگه که وقتی این بچه به دنیا بیاد، نه تو و نه هیچ کس دیگه‌ای نمیتونه بگه که این بچه تو نیست و در نهایت این فرزند وارث اموال تو و ماندرلی خواهد شد. سپس با طعنه از ماکسیم میپرسه خب ماکسیم، نمیخوای منو بکشی؟ این کلمات و تهدیدها خشم ماکسیم رو به اوج خودش میرسونه و اون در یک لحظه کنترلش رو از دست میده و با ربکا درگیر میشه. اما برخلاف تصور ماکسیم، ربکا همچنان لبخند میزنه. در همون حین پای ربکا به چیزی برخورد میکنه و تعادلش رو از دست میده و به زمین میفته. سرش به یکی از لنگرهای داخل کلبه ساحلی برخورد میکنه و سپس جان میده.
ماکسیم در شوک و وحشت از آنچه اتفاق افتاده بود نمیتونست باور کنه که کسی حرفش رو باور کنه. به همین دلیل تصمیم گرفت تا جسد ربکا رو در قایقش قرار بده و اون رو در دریا غرق کنه، به گونه‌ای که همه چیز شبیه به یک حادثه به نظر برسه. دختر جوان شوکه شده و در عین حال متوجه میشه که عشق ماکسیم به اون واقعیه، چون اون هرگز ربکا رو دوست نداشته. قلب دختر از شدت شادی میلرزه. در تحقیقات پلیس ماکسیم در حالی که با نگرانی و استرس به آینده مینگره باید به سوالات پلیس پاسخ بده و دلایل مرگ ربکا رو هم توضیح بده. همسرش نیز که با ترس و دلهره کنار اونه تلاش میکنه که اون رو حمایت کنه و در عین حال با احساسات و تردیدهای خودش هم مبارزه کنه. در طول تحقیقات پلیس شروع به بازجویی از افرادی میکنه که در گذشته با ربکا در ارتباط بودند. جک فیبل پسر عموی ربکا با ادعاهای جنجالیش وارد ماجرا میشه و تلاش میکنه ماکسیم رو به قتل متهم کنه. اون ادعا میکنه که ماکسیم انگیزه کافی برای کشتن ربکا داشته و به هر طریقی سعی میکنه این اتهام رو اثبات کنه. اما زمانی که تحقیقات عمیق‌تر میشه، حقایق جدیدی از زندگی ربکا آشکار میشه. یکی از مهمترین این حقایق از طریق دکتر بیکر، پزشک ربکا، فاش میشه. دکتر بیکر به پلیس اعلام میکنه که ربکا به اون مراجعه کرده بود و اون تشخیص داده بود که ربکا مبتلا به سرطان پیشرفته است و به زودی خواهد مرد. دکتر بیکر همچنین فاش میکنه که ربکا نه تنها از بیماری خودش آگاه بوده، بلکه برای او غیر قابل تحمل بود که زندگیش رو به شکل معمول ادامه بده. این اطلاعات نقش مهمی در پرونده بازی میکنه، زیرا نشون میده که ربکا انگیزه قوی برای خودکشی داشته. دکتر بیکر حتی اشاره میکنه که ربکا در آخرین ملاقات خود بسیار مضطرب و ناامید بوده و این فرضیه رو تقویت میکنه که ممکنه خودش به زندگیش پایان داده باشه. در دادگاه این اطلاعات به همراه نبود شواهد کافی برای اثبات قتل باعث میشه که ماکسیم از اتهام قتل تبرئه بشه. دادگاه به این نتیجه میرسه که مرگ ربکا نتیجه یک حادثه یا خودکشی بوده و هیچ دلیلی برای مجرم شناختن ماکسیم وجود نداره. این اتفاق باعث میشه که ماکسیم و همسرش بتونن نفس راحتی بکشن، اما سایه سنگین گذشته هنوز بر زندگی اونها سایه افکنده. هرچند که اکنون از نظر قانونی ماکسیم بیگناه شناخته شده، اما بار روانی و عاطفی این ماجرا هنوز بر دوش اونها سنگینی میکنه. جک فیبل پسرعموی ربکا در بازگشت از نزد دکتر بیکر به خانم دانورس اطلاع میده که ربکا سرطان داشته و این موضوع مهم رو به اونها نگفته. اون خودکشی کرده و حالا ماکسیم و عروس کوچولوش میتونن سالیان طولانی در ماندرلی زندگی خوشی داشته باشن. و خانم دانورس با شنیدن این حرفها در یک جنون آنی ماندرلی رو با تمام شکوهش به آتش میکشه تا انتقام خودش رو از مالکان جدید اون بگیره. حقیقت مرگ ربکا و رازهای تاریک زندگی او برای همیشه در ذهنها باقی میمونه و با ویرانی ماندرلی انگار تمامی اون خاطرات تلخ و سنگین هم در آتش میسوزه و به خاکستر تبدیل میشه. خب دوستان، این بود داستان ربکا، داستانی پر از پیچیدگی‌های روانی و احساسی. آیا شما فکر میکنید که دختر جوان توانست جای ربکا رو بگیره؟ آیا رازهای گذشته باید همیشه فاش بشن؟ نظرتون رو تو کامنت ها برام بنویسین و حتما ویدیو رو لایک کنید و کانال ما رو سابسکرایب کنید. متشکرم.